یک سر کلاه نداره. اوکی؟ برای مثال ما امروز در هم چند روز پیش دوست من در واقع بتون ریزی براش انجام شده بود که متاسفانه نتایج آزمایش اومده بود، متوجه شدیم که کاملا در واقع اون مجموعه‌ای که برای ایشون بتون ریختن کلاهبرداری کردن. امروز در واقع من یه شبکه ارتباطی از دوستانی دارم، یه گروهشون وکیلن، یه گروه کارشناس رسمی دادگستری هستن، یه گروهشون بچهای آزمایشگاه هستن و همشون امروز جمع جور کردم تا بتونم به این دوستان در واقع کمک کنم. بله من یه شبکه از این آدما داشتم که به این کمک کردن که بتونم از این دوستم از این بحران خارج کنم. دیگه چی؟ کاربردهای شبکه‌های ارتباطی و کاربرد این که ما آدمی باشیم که دائم سریع میتونیم ارتباط برقرار کنیم. برتری توی رقابت. 100%. و نکته بسیار مهمش هم اینجاست، شما چه محصولی بخواید در واقع بفروشید، چه در واقع توی جمعی باشید که بخواید یه سری آدما رو در واقع قانعشون کنید. خیلی ساده مثلا عید نوروز مثلا کجا بریم؟ اون آدمی که در واقع میتونست افراد رو قانع کنه که امروز کجا بریم، یکی از مزیتاش احتمالاً این بود که مهارت‌های ارتباطی خوبی داشت، اصول فنون مذاکره هم خوب بلد، میتونست آدما رو قانع کنه که مثلا بعضی وقتا یه نفر قانع می‌کنه اینجا میرم تو خونه خیلی همه جا بهتره. خب این خودش مهارتی عملاً می‌خواد. دیگه چی؟ دیگه این ارتباط برقرار کردن. زندگی بچه‌ها یه پله برامون یه راحت‌تر میشه خیلی وقتا. سلام مثال میزنم براتون. بعد 8 ساعت تو اتوبوس کنار یه نفر بشینید. 3 ساعت تو پرواز کنار یه نفر بشینید. میتونید کلا همدیگر نگاه کنید. میتونید که ارتباط مؤثری برقرار کنید که مسیر کوتاه بشه. این هنره که در واقع شما بتوانید همسفر بسیار خوبی باشید و آنالیز کنید اون 3-4 نفری که تو ماشین در واقع نشستن غذاشون در واقع. چون یه مثال خیلی ساده براتون میذارم. یه همایشی بود در شهر بابک، در نصف شهر بابک و من هم اونجا اجرای برنامه با من بود. یه تیکه‌ایش هم توی پنلی هم من خودم دبیر پنل بودم. بعد کرمان ماشین شرکت مس اومد دنبال من، گفت فرودگاه بعد 2 تا مهمان رو سوار کنیم و بعد بریم در واقع سمت رفسنجان. اونا میرن هتل، بعد ما میریم مصر. گفتیم بسیار. 2 نفر رو فرودگاه سوار کردیم، بسیار آدمای گارد بسته. خب من عقب نشسته بودم، یه نفر کنار من بود، یه نفر تو معلوم بود که اینم کسب گفتاره این بغل من نشسته. اصلا اگر بگی حرفی، صحبتی، هیچی، خواهدم بابا 1 ساعت خوردی راهه، 2 ساعت راهه. اینجوری که نمیشه. راننده بنده خودم که خب داشت رانندگیش می‌کردیم اینا. بعد جا شما خواهدی رسیدیم به کبوترخون. خب بعد نزدیک به کبوترخون که رسیدیم من گفتم که شما قبلا کرمان تشریف بردید؟ گفتم اینجا یک جایی است بس کبوترخون. اینجا بستنیش اصلا خیلی معروفه. رسمه که اگر از کبوترخون رد میشن و حتما وایستن بستنی، بعد بستنیش هم قیفی بعد شما بکنید. ولی خب خیلی بودن یعنی چی واقعا اینجوری گفتن رو پرسن راننده کنه هر کی از اینجا رد میشه اصلا مهم نیست گرسنه سیر عوض کرده نه شب صبح شبانروزیه. بستنی بعد گفت اگر میگیم بستنی که خب اوکیه. داد بستنی قیفی رفتیم 4 تا دادیم اینا بستنی قیفی رو خوردن. بعد چقدر خوشمزه شوخی باز شد. و نکته‌ای که وجود داره تا پایان اون همایش که 2 روز بود، هر زمانی که در واقع تو سالن ما همدیگر می‌دیدیم اصلا با چشماش داشت میگه مرسی، اصلا شروع این سفر 2 روزه رو برای من جذاب‌ترش کردیم. و این خیلی مهمه که در واقع اگه شما می‌خواید در یک تیم پژوهشی کاری رو انجام بدید، من بلدم چجوری با این آدمای ارتباطی برقرار کنم. یکی خیلی تو خودش، یکی درونگرایی وحشتناکی داره، یکی برونگرایی اینجوریه. تیمی رو تو انجمن علمی می‌خواید بچرخونید، تدریسی سر کلاس می‌خواید انجام بدید، خانواده‌تون، همسرتون، بچه‌هاتون و الی آخر. پس حواستون باشه مهارت‌های ارتباطی پیش نیازی است که اون وقت ارتباطاتون می‌تونید بهتر گسترش بدین. بفهمید یادتون باشه بچه‌ها این موضوع اصلا یه موضوع فانتزی نیست ها، یعنی بگین حالا اینجوری هم باشه خوبه، نه این موضوع از یه جای بعد کاملا میشود در واقع یک نکته‌ای که اگه داشته باشین واقعا کیفیت زندگیتون میره بالا اگه روی این مهارت کار. حالا یه سوال ممکن براتون پیش بیاد، بگین آقا ما کلا یه ذره درونگرایی زیادی داریم، ما کلا مدلمون اونجوری نیسته. نگاه کنید این ربط به درونگرایی برونگرایی نداره. مدل‌های مختلف ما میتونیم ارتباط بگیریم با آدم‌ها. اما ارتباطات رو معمولا به 2 قسمت تبدیلش میکنن، کلامی، غیر کلامی. اون حرفایی که من دارم میزنم
اون دیالوگایی که من دارم میگم، اون متنی که دارم برای شما میگم و یا اینکه اونو چجوری دارم میگم. غیر کلامی خیلی گسترده میشم و برای مثال من همیشه سر کلاس‌های آداب پزشکی و اخلاق پزشکی به دانشجوها میگم و بچه‌های در واقع پرستاری میگم فرض بر این بگیرید که بچه‌ها من قرار برم یه بچه رو در اتاق عمل جراحی کنم. پدر مادر بچه در واقع نشستن، من وارد به قول معروف بحث شدم که حالا یه سری بچه بزنم بعدش بریم اتاق عمل. شما حساب کنید من حالت یک با این مدل وارد بحث شدم. مادر بچه میگه خاک بر سر من، این خودش داره میفته، این میخواد بچه من عمل کنه بدون اینکه اصلا از رزومه من چیزی بدونه، بدون اینکه بدونه من نفر اول دانشگاه هارواردم یا اصلا شرایط تحصیل جور دیگه بوده. و حالت دوم زمانی که من وارد بخش میشم شرایط ورودم کاملا متفاوته. از اون مدل راه رفتن من اون آدم یه آرامشی میگیره که خب دکتر ایشون الهی شد. ببینید خیلی ساده بهتون و نکته‌ای که در ارتباط کلامی قشنگ یاد میگیریم نوع ایستادن من موقع دارم به شما درس میدم فقط کافی اینجوری شونام اینجوری پایین باشه، شما یه جور یادگیریتون اتفاق میفته، من اینجوری وایساده باشم یه جور اتفاق میفته و یه چیزی خیلی عجیبه. حواستون باشه معمولا ارتباط نوشتاری هم جزء غیر کلامی ها میدونن، ولی اگه موضوع بخوام تخصصی براتون توضیح بدیم مهارت‌های نوشتاری هم خودش یک داستانیه. همین الان بچه‌ها من اگر بخوام از شما یک آزمونی در واقع بگیرم که البته نمیگیرم، از شما خواهش کنم در واقع یک صفحه آچار مختصری از رزومه خودتون بنویسین و درخواست همکاری برای یک پروژه بین‌المللی رو داشته باشین. خیلی از شما بچه‌ها تو نوشتن رو یه دونه صفحه گیر می‌کنید و خیلی وقتا ادبیاتی که شما می‌نویسید من الان دارم می‌بینم طرف مدیر مسئول خیلی سمتی در واقع مشغله‌ای هم داره، بعد ادبیات نامه‌هاشو نگاه می‌کنی اصلا شما شوکه میشی. چرا؟ به خاطر اینکه شما هم بی‌تحصیل اینا کجا در طول 12 سال در واقع تحصیل یا در دانشگاه به شما مهارت ارتباطات نوشتاری یاد دادن. الان یکی از مهارت‌هایی که در سازمان دارن یاد میدن مکاتبات اداریه که شما اصلا بدونید چجوری برای یه نفر نامه بنویسید. SMS زدن هم فاجعه است. من اینو فکر کنم اولین جلسه بهتون گفتم، موقع یه نفر یه سوالی میپرسه SMS 5 تا علامت سوال میذاره 10 تا علامت تعجب میذاره، این فوش محسوب میشه، ولی این فکر میکنه خوشگل من اینا بذارم میشون. یا من باید حواسم باشه موقع در فضای مجازی من هستم کپی لایکار دارم قول معروف میذارمشون، اگه من دارم با یه فرد صحبت میکنم که این آدم تو فضا مجازی نیسته، ته صحبتم یه قلب قرمزی بذارم، آیا ممکنه برداشت‌های دیگری انجام بشود؟ حالا امروز من نمیخوام در مورد مهارت‌های نوشتاری زیاد با شما صحبت کنم، بیشتر میخوام رو بحث در مورد کلامی و غیر کلامی و بهتون بگم که هر زمانی که بچه ارائه داشتیم، این ارائه ممکنه دفاع پایان‌نامه شما باشه، ممکنه تدریس در یک در واقع آموزشی باشه، ممکنه سخنرانی در یک سالن باشه، ممکنه یه جلسه اینجوری نشستیم میگن خانم آقای فلانی 1 دقیقه وقت بدید اون مشکلی که شما تو انجمنتون دارین رو مطرحش کنید. در تمام این موارد قانون‌های مشترکی وجود داره که من سعی می‌کنم قانون‌های مشترکش رو امروز در واقع به شما بگم. اولیش اینه که بدون استراتژی و هدف نباشید. زمانی به شما میگویند که فردا در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه شما به عنوان نفر یک انجمن‌ها 2 دقیقه فرصت صحبت دارید، من باید بشینم کلی روی استراتژیش فکر کنم. 2 دقیقه من فرصت دارم، چه چیزی میخوام بگم، از کجا به کجا میخوام برسم، میخوام بعد از اون دقیقه من تموم شد چه اتفاقی در قلب و مغز اون آدم‌ها بیفته، اصلا اونا کیان که اونجا نشستن، هر کدومشون تو چه مودی هستن. پس یادتون باشه یکی از اشتباهی خیلی وقتا حالا بریم تو جلسه یه صحبتی رو انجام میدیم، خیلی وقتا یه فرصتی سوخته میشه. یادتون باشه موقعی میخوام برای یه گروهی صحبت کنیم، اگر براتون امکان پذیره پیشینه مخاطبتون رو باید پیدا کنید. یعنی چی؟ یعنی مثال براتون میزنم، شما در واقع حالا فرض بر این بگیر که حالا شما ماشاءالله همه تو بچهای درس خوانی هستید و هیچ وقت در طول تاریخ زندگیتون نیاز هم در یه استاد نمره بخوام بگیرید، ولی حالا برعکس شاید هم چه اتفاقاتی بیفته، یکی که میخواد نمره بگیره چیکار میکنه؟ میره سوال بالایی‌ها میگه دکتر فلانی چجوریه،
این مودش التماسیه، گردن رو اینجوری کج میکنی و هم محکم وایستی بگی من نمیدونم. من یه استادی ما داشتیم بهش میگفتی آی دکتر من مثل بچه شما میمونم، این 2 پله امتیاز رو میرفت بالا. این روی تیکه حساس بود. خب اگه یه استاد داشتی بگه که واقعا من تمام تلاشمو کردم، صدمو واقعا گذاشتم، واقعیتش اصلا به احترام شما هم که بود من تمام تلاشمو کردم، خب 10 پله میومدی بالا. خب حالا نکته که وجود داره بعضی اوقات میتوانید پیشینی مخاطبتون رو پیدا کنید. مثلا من کلاسی که افراد همه ثبت نام کردن و سوال میپرسم چه رشته‌هایی هستن، چه ورودی هستن، کدوما داخل دانشگاه، کدوما خارج از دانشگاه. من یه آماری میتونم از اینا بگیرم. خب ولی بعضی اوقات حواستون باشه در سالن شما قرار میگیرید که ممکنه آدم‌ها نشناسید، اما در حالتی که میتونید بشناسیدشون. اما یه وقتایی شما یک در واقع سیستم یک دست داریم. مثلا از شما خواهش میکنن برید برای دانشگاه فرهنگیان دانشجوهای جدید ورودش صحبت کنید. شما میدونید اینا همشون قرار آینده معلم بشن، همشون جدید ورودن، همشون این خصوصیت ها رو دارن. مطلبی که تنظیم میکنیم و خیلی اوکیه. فقط یادتون باشه نرید تو اینترنت فقط سرچ کنید در مورد افراد، ممکنه یه سوتیایی بدین که جمع جور نکنید. یه بار ما با یک خانمی که معاون وزیر بود یه جلسه‌ای داشتیم، بعد قبل از جلسه رفتیم سرچ کردیم در مورد بنده خدا. هر جا رو ما سرچ کردیم به این نتیجه رسیدیم که از زمانی که شوهر ایشون اومده تو وزارتخونه خیلی رو اینا همه حساس شدن و الی آخر. حالا در جلسه با ایشون ما بودیم، وسط جلسه خیلی هم خوب جلسه پیش رفته بود، داشتیم میرفتیم جلو، بعد گفت که باور کنید من خودم میخوام خیلی کار انجام بدم، اینقدر بعضی وقتا حواشی مثلا زیاده که اصلا فرصت نمیدادم. گفتم آره با همین جریانی که همسرتون آمدن و رفتی اینترنت سرچ کردیم. گفتم چرا؟ شوهر من همدان زندگی میکنه، اصلا تخصصش این نیسته. وای اصلا تازه عمق سوتیر و اینقدر همه جا این مطلب بود که دیگه گفتم یعنی ما چند سال پیش حالا گفتم قطعا دیگه در واقع همین اتفاق میفته. پس یادتون باشه سرچ کردن یکی از مواردی است که به شما این دیتا میده. سوال پرسیدن از بقیه افراد و موضوعات دیگه. ضمن یادتون باشه بعضی اوقات که بهتون میگم با یه پرسش پاسخ‌هایی در اول جلسه یا نگاه کردن به آدم‌ها یا ریاکشنشون نسبت به مطالب اولیه شما تا یه حدی دوزاریت میفته. الان وضعیت چطوره؟ یه جایی هم خیلی خوبه قبل از اون یا وسط صحبتاتون یه داستانی از خودتون به اشتراک بذارید. مثال میزنم براتون. فرض بر این بگیرید که یه نفر اومده پیش شما برای مشاوره یا یکی از دانشجوهای شما در واقع متاسفانه توی یه موضوعی در واقع یه چالش داره. میگه نام کن دختر من، پسر من خودمم موقع دانشجو بودم ترم 3 دقیقاً همین چالشه برام خوردم. این میشه یه داستانی از خودم دارم به اشتراک میذارم. سوال میشه من بگیم چرا بعضی اوقات یه نفر یه داستانی رو از خودش به اشتراک میذاره ولی به هیچ وجه اثربخش نیسته؟ چرا؟ که یا اینجوری میشه اصلا داستان نمیگیره و اصلا هم به دل نمیشینه. یک مخاطب نمیتونه درک کنه و همدردی کنه با. یک اینه که همدلیه زن. دیگه چی؟ دروغ باشه. یک داستان فیک، اصلا داستان نیست. یه چی شد شما رفتی روی موضوع کار کردی؟ یه روز سر چهارراهی بودم یه دختر بود فروشی اومد، داستان نیست. یه چیزی دارم اونجا میگه که مثلا دیگه در کلیپ‌های اینستاگرامی شما به شدت از اینا شما زیاد می‌بینید، اصلا همچین چیزی اصلا نیسته. پس داستان فیک به دل نمیشینه، زور نمیخواد بزنیم. دیگه چی؟ دیگه چی میشه داستان‌ها اثر بخش نمیشن؟ مرتبط با موضوع نیست، اصلا ربطی نداره. من موقعی داستانی میخوام به اشتراک بذارم اگه ربطی به اون موضوع داشته باشه طرف ربطش بده دیگه. دیگه چی؟ حدیث بالا به پایین باشه، مثلا حالت انگاری میخواد سخت بشه. آفرین. باور کن ماشه تصادف که باور کن منم اولی که بنز گرفته بودم همین روز اولی که من بنز رفتم تحویل گرفتم این بغلش گرفت فلانجا. خب شما احساس میکنید من میخوام به شما بگم من رفتم بنز گرفتم، اصلا موضوع اون موضوع در واقع بغل ماشینه نیست ها. یا از یه جای بعد شما احساس کنید این آدم میخواد خودش رو برای شما پرزنت کنه، اینم به دل نمیشینه و حس منفی میده. دیگه چی؟ ارزش اون به حساب اون داستان طرف رو بیارید پایین، رفتار کنید که مشکل اون واقعا مشکل خاصی نیست.
که یادتون باشه ما در بحث بد نیوز، اعلام خبر بد، موقعی که داریم موضوعات رو کار میکنیم، هیچ وجه موقعی که بچه طرف فوت شده ما نمیام بهش بگیم اتفاق خاص. اتفاقا خیلی اتفاق خاصی افتاد، اصلا روش دیالوگ چیزی دیگه چه چالشی وجود داره؟ خیلی توش غلوف میکنن، خیلی هیجانش میبرن بالا. دیگه چی میشه؟ داستان رو جذاب تعریف نمیکنن. دیدین خیلی وقتا یک جوک بسیار بی‌مزه‌ای رو یه نفر اینقدر جذاب تعریف میکنه میگی تو رو خدا یه بار دیگه جوک مثلا موشه رو بگو. یه نفرم فال حافظی میگیری و بعد فال حافظ میکنی، من منظور حافظ تقریبا فهمیدم، مرسی. پس خیلی مهمه که من اون داستان چجوری در واقع میخوام بگم. خب پس تا اینجا فهمیدیم که یه بررسی اولیه انجام میدیم، یه ارزیابی از مخاطبینمون داریم، مثل داورایی که شما شناساییشون میکنی آدم رشتهش چیه، مدلش چجوری و الی آخر. شاید یه جایی نیاز باشه یه داستان مسئولتون شما به اشتراک بذارید. قبل از اینکه در واقع صحبتش کنید یه بررسی مخاطبا رو داشته باشید. ممکنه شما در یک کنفرانسی دارین صحبت میکنید، سخنران هفتمی، ساعت هم 3 بعد از ظهر، 1 ساعت و ربع از اول پنلم گذشته. حالا اینجوریه. خب تو این شرایط من شروع کنم صحبت کردم، بازی رو باختم. پس این خیلی مهمه. من اگر میبینم فضا اینجوریه، یه حرکتی، یه نکته‌ای، یه کاری انجام بدم که خود داستان رو بتونم برگردونم. یا برای مثال شما اولی که وارد یه بحثی میشه احساس میکنی همه خیلی پوکر فیسن. پوکر فیس حالت چهره فریز شده میگن، یعنی کلا شما هی داره یه مقدمات اولیه میگی، همینجوری دارن نگاه میکنن. خب شاید اون افراد هنوز یه سری ابهام براشون وجود داره، این موضوع چیه، چیکار میخوان انجام بدن. حالا یه نکته بسیار مهم، اون اگه دیدین شرایط به گونه‌ای که آدم‌ها با شما نیستن و یه قلاب بندازین، آدم‌ها رو با خودتون درگیر کنید. این عکس شما دارید می‌بینید سالن همایش دانشگاه فرهنگیانه. چند سال پیش از من خواهش کردن که اونجا برم یه سری کارگاه آموزشی بذارم برای کسانی که در آینده قراره معلم بشن. خب دانشگاه فرهنگیان تفکیک جنسیتیه، دختر پسر جدا. بعد از چند وقت دختر پسر به هم رسیده بودن. خب آقا هیچی، ما بالاستون رفتیم این بالا سخنرانی سوالم فکر کنم 700-800 نفره بود دیگه. پسرا این و دخترا اون و اصلا کلن سالن رو هوا بود. من دیدم اصلا اینا حواسشون من نیست، تازه من بخوام یه مطلبی بگم اثر بخش باشه. ضمن یادتون باشه بچه‌ها سالن موقعی که در واقع سقف بلنده و بزرگه، خب به هر صورت اینجا من گرمگیراتر میتونم شما رو جمع جورتون کنم، فضا زیاد میشه. دیدم آقا امشب ما بازی رو باختیم، به جز این صف اولی که حالا یه سری از خریدین و دوستان بودن، بقیه دیگه همه دانشجو بودن. یه لحظه من یه مکس کردم، گفتم بچه‌ها نام کنید من فلانی ام. یه سرچ اگر تو اینترنت داشته باشین یه ذره در مورد من متوجه میشین. من اگر میخواستم کلاس امروز رو پول بگیرم از دانشگاه شما، رقمش اینقدر میشد. یه ذره اینا همه خودشون جمع جور کردن، گفتن از 2 ماه پیش کلی زنگ زدن و صحبت کردن تا من این 2 ساعت رو بیام برای شما اون مبحث رو آموزش بدم. من امروز از دانشگاهتون هیچ پولی هم نگرفتم، کاملا دلی آمدم اینجا. در ازای عشق و علاقه‌ای که من دارم داوطلبانه امشب با شما به اشتراک میذارم، 2 تا خواهش ازتون دارم. 1، لطفاً سکوت کنید. شاید برای شما یه موضوعی اونقدر برای آینده‌تون اهمیت نداشته باشه، ولی کناریتون شاید براش مهم باشه که ذهنش خلاق‌تر بشه. و دوم اینکه ازتون خواهش میکنم چیزایی که من امروز داوطلبانه به شما یاد میدم، روزی که معلم شدیم در روستا، اینا رو داوطلبانه به بچه‌های روستا یاد بدید. دیگه سالن اومد اصلا به خیر گذشت. البته بهتون میگم بعضی وقتا بازم دوباره چالش دارین. حالا یه مثال براتون زدم. دیدم سالن اومد همانا و پس ما شروع کردیم. فکر کنید چند سال بعد تو مرز کرمان سیستان و بلوچستان بعد داشتم کافه میسیم می‌خریدم، یه نفر گفت من حساب می‌کنم. گفتم جانم، من یکی از بچه‌ها تو اون سالنم. هنوز یادمه شما گفتی چیزایی من امروز بهتون گفتم، باید من مدیر مدرسه اینجا شدم. یه بار رفتم یه جای ابزار فروشی خرید کنم توی یکی از روستاهای در واقع جازموریان بود. تا کارت منو گرفت کارت بکشه، گفت استاد سلام، من از اون بچه‌ها تو سالنم.
من اینجا صبح در واقع من اصلا یه ابزار فروشی ایجاد دادم و من کلی از این آدما رو پیداش می‌کردم و من فقط چند ساعت با اینا بودم. پس حواستون باشه مخاطب درگیر کردن ممکنه با یه سوال باشه. میدونید چند نفر؟ میدونید ما تالاسمیمون کجای دنیاست؟ میدونید سیستان بلوچستان رتبه چندم تالاسمی تو ایران داره؟ یه سوالی، یه عددی، یه آماری که طرف شوکی بهش وارد میشه که حالا میخوام. میدونید در واقع خیلی از در واقع دخترهایی که توی مناطق جنوب شرق ایران هستن یک گروهشون کلا به دیپلم نمیرسن. میدونید من در مدرسه‌ای در واقع رفتم درس دادم که مادر دخترش بغلش بوده سر کلاس در واقع نشسته. یه مطلبی گفته میشه که یه خورده آدم به فکر فرو میره و بعد داستان شروع میشه. یادتون باشه به هر میزانی که به حرفی که میزنید خودتون بیشتر اعتقاد داشته باشید، حرف شما بیشتر به دل افراد میشه. من اگر یه استارتاپ رو بیام ارائه بدم که خودم توش نقشی نداشتم، هیچ حسی هم نسبتش ندارم، محال ممکنه به دل افراد بشینه، ولی پروژه 6 سال جونم روش گذاشتم، مطلبی که با سلولای وجودم باورش دارم، موقعی میگم چون از دلم برمیاد لاجرم بر دل شما میشینه. پس من چند بار پیش اومد یه مبحثی رو بچه‌ها سر کلاسی گفتم و بعد احساس کردم خودم هنوز یک سری از موضوعات اینو در مورد چالش دارم. گفتم نصب کن اول تکلیف خودم با این مبحث روشن بشه بعدش میگم، چون قرار در واقع به دل بشینه. پس حواستون باشه من چون با همه وجودم باور دارم مهارت‌های ارتباطی شما افزایش پیدا کنه، چقدر در زندگی شخصی و شغلیتون جلو میافتین و موضوع رو به گونه‌ای میگم که بر دل شما بیشتر می‌نشینه. موقعی که دارین صحبت میکنید آخر جملات رو بچه‌ها ول نمی‌کنید. حالا اون پیگیریاشو انجام دادم میرم که واقعا میگم ته این جمله رو از یا ول می‌کنید خسته‌ایه. مثلا طرف احساس می‌کنه داره به زور در واقع صحبت می‌کنه. نگاه کنید من دارم با شما حرف میزنم، جمله‌مو تموم می‌کنم، به انتها میرسونم. کاملا شما متوجهی که من با زور حرفی نمیزنم، نه. و ضمن یادتون باشه به هیچ وجه یک نواخت صحبت نکنید. یکی از بزرگترین اشتباهات بچه‌ها در ارائه‌هاشون یه نواخت صحبت میکنن. لطفاً به گوینده‌های خبر یه خورده بچه‌ها بیشتر دقت کنید. ببینید یک مطلبی رو که میخوام میگن چقدر بالا پایین داره. یه اخبار ارزش شما نگاه کنید ببینید موقعی که داره توضیح میده با چه مدلی در واقع میره جلو. یه استادی بچه‌ها من داشتم در دانشگاه، کلاسمون با ایشون ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر بود. مبحثش هم بسیار سنگین بود. و اون زمان ویدیو پروژکتوری ما نبودیم، اوورهد بود. یعنی یه چراغا خاموش میشد، یه دستگاهی میذاشتن، تلق میذاشتن رو اون دستگاه، رو اون تلقه استاد نوشته بود، بعد نور مینداخت. استادم به گونه‌ای بود که اگر پلک شما سنگین میشد افتاده بودیم. تمام. ببینید یادگیری که ولش کنیم، ما شاهکار میزدیم 1 تا 3 نمیخوابیدیم فقط که تموم بشه اون کلاس، بعد فکری برای خودمون بکنیم. و اینقدر من از این در واقع چالش‌ها داشتم، میگم خدا من یه روزی استاد دانشگاه بشم محال بذارم بچه اینجوری یه نواخت صحبت کنم که روزگاری بچه‌ها سیاه بشه. حواستون باشه موقعی دارین صحبت می‌کنید اون جایی که کلمه مهمتری رو میخوام بگید باید تاکیدتون بیشتر باشه. مثال میزنم، چند سال پیش سحری من داشتم رادیو گوش می‌کردم، یک گوینده‌ای داشت این متن رو میگفت خدایا ما را با قرآن بمیران. بعد کدوم کلمش تاکید می‌کرد؟ قرآن. یعنی بعد میگفت خدایا ما را با قرآن بمیران. اشتباه کرد، رو بمیران تاکید کرد، گفت خدایا ما را با قرآن بمیران. نه اصلا هدف مردن نبود، هدف اونس با قرآن بود. یعنی یک کلمه ای مثلا بار معنایی در واقع عوض میشه. مثال براتون میزنم، من این جمله بهتون میگم. ما 5 تا دستگاه کمک تنفسی برای بیمارستان افضلی پول گرفتیم. جمله بعدی، ما 5 تا دستگاه کمک تنفسی برای بیمارستان افضلی پول گرفتیم. ما 5 تا دستگاه کمک تنفسی برای بیمارستان افضلی پول گرفتیم. مثلا داستان کاملا متفاوته. من موقعی میخوام با شما یه قراری بذارم، فرض کن 4 جلسه کلاس ما اینجا بوده. جلسه 5م پردیس برگزار میشه. من چجوری با شما صحبت میکنم؟ کلاس چهارشنبه هفته آینده ساعت 4 پردیسه. چهارشنبه شو میدونم شما چون اینم چهارشنبه بوده. ساعت 4 هم میدونین چون همشون 4 بوده. کجا رو احتمالاً اشتباه میکنی؟ مکانشو. مکان رو با تاکید بیشتر میدم. ببینید اینا بهش میگن راهنماهای بیانی.
شما کمک میکنی مخاطبت اون موضوع بهتر تو ذهنش بشینه. یه جایی هم وقفه. مثال براتون میزنم، آقا من میخوام در مورد یه موضوع در واقع با شما صحبت کنم. میگم آقا این استارتاپی که ما لانچ کردیم آوردیم بالا، این پروژه ما داریم کار میکنیم، هم در زمان شما صرفه‌جویی میکنه، هم هزینه ها رو کاهش میده، هم راحتی رو برای شما میاره. ببین 3 تا مزیت رقابتی بود، 3 تا خلق ارزش بود. من این 3 تا خلق ارزش رو با مکس گفتم. هزینه رو پایین میاره، زمان رو صرفه‌جویی میکنه. و چرا با مکس گفتم؟ شما تو ذهنت طبقه بندیش کنید. مثلا من میام میگم ببین موقع مهارت و نرم میخواین کار کنین، حتما یادتون باشه تفکر خلاقانه، تفکر نقادانه، تا باوری. ببین موقعی من اینجوری میگم به ذهن شما فرصت میدم بچینی اینا رو، چون هر کدوم از شما گیرایش ممکنه متفاوت باشه. ذهناً حواستون باشه آدمایی که سوال نشستن، من خیلی وقتا سخنرانی مثلا داشتم، طرف سن بسیار بالا، اصلا ممکن بود یه خود شنوایی هم چالشی مثلا داشته باشه. فقط یادتون باشه مکس بیش از حد نباشه. برمیگردیم به کلیپ‌های بسیار جذاب اینستاگرامی. دیدی بعضیا و دیروز که رفته بودم خریدی رو انجام دادم، دیگه بچه این مکس نباید توی کلام باشه. بعد طرف فکر میکنه این مکس ها موقع زیاد بشن خیلی تاثیرگذار میشه، اینا همه باعث میشه که اون آدم مصنوعی بشه، مثل خودش نیسته. پس بچه تون 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 صحبت نمی کنیم که طرف احساس اصلا نفهمه چی شد. از اون برم مکس دیگه وقفه های نرمالی کمک میکنه که همونجور بهتون گفتم اون تاکیدا و اون وقفه ها بهش میگن نشانه ها یا راهنماهای بیانی. نکته بعد چی میشه موقع یه نفر داره صحبت میکنه اینجور صداهایی از صحبتش میاد؟ چی میشه؟ تسلط کافی رو اون مطلب. دیگه چی؟ استرس هم هسته. بعضی وقتا میرن جمله ها رو حفظ میکنن افراد. ببین من دیدم قبل ارائه های مثلا تو رویدادها کارآفرینی هسته، این و ما میتوانیم این کار انجام بدیم و این داره حفظ میکنه اینو. نگاه کنید ما حفظ نمی‌کنیم یه مطلبی رو، یه مطلبی رو میخونیمش، میفهمیمش، درکش میکنیم، اون مطلب رو به افراد میگیم. ضمناً بارها پیش شما طرف میخواد صحبت کنیم، درست یه نیم ساعت قبل از صحبت یه برگر بگو. این برگر رو بگوی اصلا مسلط به این در واقع متن نیسته. بعد میاد اینجور آواهایی رو ایجاد میکنه که مثلا پیوستگی مطلب حفظ بشه و به شدت نقطه ضعف محسوب میشه. پس حواستون باشه این مسلط بودن شما رو موضوعی میخوایم بگیم. قبلش در موردش فکر کردم، ارائه آزمایشی که داشتیم کمک میکنه صداهای اضافه کاهش پیدا کنه. به هیچ وجه زمانی که داریم با یک نفر صحبت میکنیم یا در جایی میخواد سخنرانی انجام بدیم لهجه خودتون رو پنهان نکنید. اول یه سوال، چی میشه یه گوری لهجهشون رو پنهان میکنن؟ چرا؟ فکر میکنم شهرستانی بودن چیزاییه، یه بار مثلا من اینجوری صحبت میگن بچه شهرستانیه، یه دوستی ما داشت که از تهران اومده بود دانشجو، میگفت شوخی شهرستانی با من نکنید. گفتیم باشه. خب یک اینی که دیگه چی میشه آدم‌ها لهجهشون رو میخوان پنهان کنن؟ وقتی متوجه حرفشون نمیشن. نه ببین یه وقت شما غلیظ صحبت میکنی. من یه دانشجوی بسیار نازنین یزدی داشتم، خیلی غلیظ صحبت میکرد. یه بار بهش گفتم نگاه من عاشق لهجه یزدیم، فقط یه ذره اگر لذتش بیاره پایین‌تر من کیف میکنم، منظورم متوجه میشم. یه فیتیلی اومد پایین‌تر خیلی جذاب شد. حواستون باشه ما غلیظ صحبت نمی‌کنیم ولی از اون برم زور نمیزنیم لهجه. این به اعتماد به نفس ما هم ربط داره، به عزت نفس هم ربط داره. نگاه کنید کسی که چیزی برای ارائه داره، کسی که از داخل پره تو پره دیگه نمیگیره خودش رو فکر یه جور دیگه بسازه. خدا رحمت کنه مریم میرزاخانی، یکی از دوستان ما همکلاسی مریم میرزاخانی بود، صندلی جلوی مریم میرزاخانی می‌نشست و یک بار نشد تو یک در واقع حالا صحنه‌ای تو کل زمانی ما با هم همکلاسی بودیم بچه بخواد خودشو بگیره، به خاطر از درون کاملا پر بود، اصلا نیازی نبود یه جوری دیگه خودشو نشون بده. حالا باز چی میشه لهجه رو پنهان میکنم؟ مثال میزنم. خب ماهایی که اصالتا در واقع کرمانی هستیم
بعضی اوقات چون آدمان برچسب میزنن تو شهرهای مختلف، اصفهانی‌ها اینجوریان، یزدی‌ها اینجوریان. من یادم مثلا اوایلی که مثلا تهران رفتیم بودیم توی سیاحت و پروژه تا کرمان اومدیم چی؟ نه تصوری بود تو سوپرمارکت دارن تریاک میفروشن. که حالا حداقل شما دیگه انصاف دارین دیگه، الان همچین اتفاقی نمیافته. خب ولی یه برچسب‌هایی موقعی تو ذهن افراد حالا اگر که شما بخواید به هر قیمتی که شده لهجه خودتون رو پنهان کنید و یه جور دیگری صحبت کنید چی میشه؟ بگید به چه مشکلاتی برمیخورید؟ سوتی میدین. بعد یک سوتی میدین. مثلا یکی از میام میشن دفتر من میگن ما میخوام در مورد برندسازی شرکت رو میگن برند نیست، برنده. همه چی رو ما نباید ارزش بدیم. دوم همونجوری که گفتن ما فیک میشیم، ما واقعی نیستیم. من مصنوعیم. بعد حرفام هم به دل فرد نمیشینه. میگه این که داره خودش رو یه جور دیگه نشون میده، احتمال داره حرفاش هم چیزای دیگری هستن. پس احتمالاً استارتاپش هم واقعی نیسته. حس فیک بودن. دیگه چی؟ چه مشکلی پیش میاد موقعی ما میخوایم کامل لهجه‌مون پنهان کنیم؟ آفرین. جمله ها رو گم میکنیم. من دارم زور میزنم که فکر کنم این جمله رو چجوری بگم و بعد این آوا ایجاد میشم. دیگه چی؟ نگاه کنیم موقعی ما خودمون نیستیم یه آدم دیگه هستیم چند برابر داریم انرژی مصرف میکنیم. ببینید اگه الان من جوری با شما صحبت کنم که تو خونه هم دارم صحبت میکنم، یک ساعت پیشم تو با بچه‌ها اینجا یه جلسه‌ای داشتیم همونجوری من صحبت کنم، من خودمم، من زور نمیزنم انرژی بذارم یه آدم دیگری باشم. درون و بیرونم در تعارض نیستن. فقط حواستون به این قضیه باشه. خواهشی که ازتون دارم سعی کنید تا جای ممکن به گونه‌ای صحبت کنید که همه متوجه بشن. این برای مثال حالا بعضیتون میدونید من گوینده رادیو بودم. من چه گوینده رادیو بودم میتونم یه جوری صحبت کنم که هیچ کس نفهمن کجای هستم، ولی من کاملا لهجه کرمونیمو حفظ کنم. چرا؟ چون بارها من در داخل و خارج کشور بازخورد دادم که لهجه کرمونی تو جذابه. یه ذره خودمونی‌تر میشه ما بهتر بودیم. میخوام اون چیزی که شما بعضی وقتا فکر می‌کنید نقطه ضعفتونه، لهجه یزدیه، اصفهانیه و الی آخر اینا، این خودش یه جذابیتی خیلی وقتا داره. پس این حواستون باشه. خواهشی که ازتون دارم خودتون رو در واقع این عذاب ندیم که یه جوری دیگه باشه اتفاق دیگه. ذهناً فداتون بشم. باور کنید اونقدری که شما فکر می‌کنید خیلی وقتا آدم‌ها اصلا به شما توجه نمی‌کنن. چون فکر میکنه همه دارن. دیدی مثلا فرض کن که بغل لباستون پاره باشه، میری اینجا بیرون احساس میکنی تمام بلوار جمعه داره شلوار شما نگاه میکنه. این حس به شما دست بده که اینجوریه. نه واقعیتش خیلی وقتا. نکته بعد این است که موقعی من میخوام ارائه رو انجام بدم مقدمه بسیار مهمه. اون اولین مطالبی شما میگین به لحاظ روانشناسی قشنگ تو بک‌گراند ذهنی میمونه. تو روابط هم همینطور. در قسمت بادی لنگویج من بهتون میگم دست دادن بسیار مهمه، چون اول یه نفر میبینی شما دست میدین. دست دادن تو کل رابطه تاثیر میذاره. یه مقدمه به شدت عالیه و در کنارش یه انتهای بسیار خوب. پس یه مقدمه که شروع عالی باشه، جمع کنم سالانو، آخرش که جمع‌بندی رو انجام میدم، یه صحبت پایانی که شما در سالن میرین بیرون تو ذهنتون تا مدت‌ها بمونه. به جز اون مقدمه اول و اون مطلب پایان، اون جایی که اوج مطلب رو میخوام بگم. یعنی من شما رو 10 دقیقه اینجا جمع کردم که میخوام بهتون بگم که آقا کی گفته عقد دخترم و پسرم رو تو آسمون بستن؟ این از کجا آمده؟ میدونید سر این در واقع تفکره چه همه آدم بدون آزمایش‌های ژنتیک تو کلی از جاهای مختلف ازدواج کردن و چه اتفاقاتی افتاده. بعد براتون فکت میارم. در بعضی از کشورها ازدواج 2 نفر با پدر بزرگ مشترک جرمه. دقت کنید جرمه، به خاطر بیماری‌هایی که بعداً احتمال انتشارش بیشتر میشه. این تیکی چون مهمترین مطلب اون رخصت سخنرانی منه، اینو بعد من با تاکید بسیار خوب بگم که صبر کنم لحظه حواس همه جمع باشه مطلب رو بگم. تو سخنرانی یادتون باشه از هر دری سخنی بگیم بازی رو باختیم. اگر جوک میگم باید مرتبط با موضوع باشه، آیه قرآن میگم مرتبط با موضوع باشه، داستان مرتبط با موضوع باشه. برای تمرین به شدت بهتون توصیه میکنم سخنرانی دکتر الهی قمشه‌ای رو گوش بدید. جز مهمترین منابع آموزش مهارت‌های ارتباطیه.
شما میبینید فارسی، انگلیسی، عربی، حافظ، از این ور از اون ور، آیه قرآن، همه حول یک موضوع داره میره و شما اصلا احساس نمیکنی که از این شاخه به اون شاخه میپره. همه یه دسته و فوق العاده در واقع اینا هارمونی با هم دیگه داره. اضطراب و تنش خودتون رو منتقل نکنید. بسیار کار سخته. دو تا مثال براتون میزنم. من به شدت به عمم وابسته بودم. معلم بود، بسیار انسان نازنینی، بچه دار نشده بود، از کودکی به ما یاد داده بود که همه بچه‌های دنیا فرزند معنویتون باید باشه. فوق العاده این زن فرشته رو من دوست داشتم، مریض احوال بود، ما تا جایی ممکن سعی کردیم بهترین پزشک‌ها همه شرایط رو فراهم کنیم. من و خانمم رفته بودیم روستاهای کنارک در کنج نقشه ایران که به معلم‌ها در روستا آموزش بدیم که اینا به داد بچه‌ها تو روستا برسن. ساعت 6 صبح من داشتم لباس می‌پوشیدم که صبحانه بخوریم، ماشین بیاد دنبالمون بریم تو روستاها. مامانم پیام داد عمه سحر به رحمت خدا رفت. نام کنید من صدای خرد شدنم رو شنیدم، از تو پاشیدم کامل. من دقیقاً یادمه، فقط این مبل رو گرفتم نشستم. گفتم مراسم که با امروز صبح تشریف جنازه است. خب من کجام؟ کنارک. پرواز مستقیم جاوال و کرمان نداره. زمینی هم میخواستم بیام اصلی رسیدم. خب نشستم با خودم فکر کردم الان چیکار دارم؟ منطقم این بود که بشینم توی مهمانسرایی یه روز فول گریه کنم، آروم شم. و نشستم با خودم فکر کردم عمه من عاشق بچه‌ام، عاشق معلمی بود. اگه میخوام یه کاری کنم اولین روزی که این دنیا رو ترک کرده روح شاد باشه، پاشم برم درس بدم. میدونی من چجوری درس میدادم؟ میرفتم تو سخنرانی